بچه‌ها نیکا یکی از خواننده‌های درجه یک. نقطه ضعفی که تو اون سن داشتم شاید باعث شد که اصلا یه مسیر جدیدی برام تشکیل بشه. دوباره پلش که گفتی تویی، گفتم آره. خیلی از دخترها توی ایران شاید حتی اصلا ندونن که میتونن خواننده باشن. تنها مدلی که در حال حاضر میتونم احساساتمو ابراز کنم همینه. از نظر من که واقعا هنر میتونه انقلاب کنه. حس میکنم نسل بچه‌های ما و من و بعدیای ما دوباره دارن یه سری تفاوت‌ها رو ایجاد میکنن. تو تمام ادیان از موسیقی داره استفاده میشه، توی جنگ از موسیقی استفاده میشه، توی ورزش از موسیقی استفاده میشه. چرا؟ چون که موسیقی میتونه جهت بده به مغز یه شخص. در بدترین حالت به نتیجه برسی که مسیر اشتباهی بوده، ولی حداقل واسه اون کاری که عشق داشتی بهش تلاش کردی. ما ایرانی‌ها به شدت با استعداد و هنرمندیم. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من. بچه‌ها امروز یه مهمون خیلی درجه یک و خفن دارم، یه خواننده درجه یک که مطمئنم همه شماها لذت میبرید از شنیدن صداش. مثل همیشه قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، واسه اون دوستانی که تازه به کانال من اومدن باید بگم که بچه‌ها این کانال مخصوص آدمای درست حسابیه، چرا که من تمام تلاشمو دارم میکنم که محتواهای درست حسابی تولید کنم و با افراد درست حسابی گپ و گفتگو داشته باشم و واقعا همه تلاشم اینه که هر کسی که این کانال رو دنبال میکنه بعد از دیدن هر ویدیو حداقل احساس نکنه که وقتش هدر رفته. پس اگر شما هم فکر میکنید که محتواهای این کانال به درد شما میخوره، خیلی خوشحال میشیم که جزو خانواده ما بشید و سابسکرایب کنید و همچنین اون زنگوله رو هم بزنید که وقتی ویدیوی جدید آپلود شد شما رو باخبر کنه. مهمان این پادکست من نیکا هستش، یکی از خواننده‌های درجه یکی که من خودم به شخص خیلی صداشو دوست دارم. قبل از اینکه مکالمه‌مو باهاش شروع کنم دوست دارم که شما چند تا از ویدیوهاشو ببینید. کشیدی دادم من تو رو از دست، تنهام گذاشتی از Sometimes in life you feel the fight is over And it seems as though the writing's on the wall مسافر عاشقان تو برفارونی قطار قلب منه چشم تو پنجره هاش. سلام نیکا، حالت چطوره؟ سلام، مرسی. دمت گرم. خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از مدت ها تونستیم ویدیومون رو بگیریم. آره واقعا دمت گرم که دعوت منو قبول کردی. بچه‌ها نیکا یکی از اون کساییه که من تا ویدیوشو تو اینستاگرام دیدم گفتم که اوه چه روحی داره موسیقی. چون میدونی که نیکا من به شخصه وقتی میخوام یه موسیقی رو انتخاب کنم، یعنی واسه گوش کردن ببینم خوبه یا بده، تنها چیزی که بهش اهمیت میدم حس میکنم که آیا این موسیقی روح داره یا نداره. و وقتی که نمیدونم کدوم اجرای تو بود، فکر میکنم یه اجرای بود که جنوبی داشتی میخوندی اگه اشتباه نکنم و بعد چشام گرد شد، گفتم وای خدای من چقدر زیبا. و واقعا دمت گرم. بچه‌ها نیکا یکی از خواننده‌های درجه یک، واقعا با تمام قلبش میخونه که واقعا مو به تن آدم میتونه سیخ بشه. صدای زیبا، تکنیک زیبا، دیگه حسابی ازت تعریف کردم نیکا. مرسی. نه ولی واقعا الان از ذوق میشم. نه واقعا کارت درسته، قربونت برم. یه کوچولو میتونی خودتو در واقع معرفی که خودت ماشاءالله نیاز به معرفی نداری، ولی یک کوچولو بگو که چی کارا میکنی علاوه بر موسیقی، کار دیگه میکنی نمیکنی؟ آره حتما. اول از همه که نیکام 21 سالمه، داره 22 میشه. وای چقدر سنم واقعا داره سریع میره بالا. پیر شدی هنوز آماده نیستم. هر روز احساس میکنم هنوز 17 سالمه، قشنگ هنوز تو اون سن گیر کردم. آره بعد اینکه من ببین الان یعنی اینجوری بوده که هنرستان رفتم، هی سعی کردم همه چیم تو زمینه موسیقی باشه و اینا، ولی خب یه تایمی اینجوری بودش که تدوین فیلم و اینجور چیزا من انجام میدادم، کلا بیس زندگیم روی اون زمینه بود. ولی آره دیگه الان این شکلی شده که کلا شیفت شدم روی این ور. یه تایمی دلم می‌خواست که حالا یه ذره تو کانال یوتیوبم فعالیتمو بیشتر کنم و اینا. یه رویایی داشتم همیشه که دلم می‌خواست یه روز جهانگردی کنم، بعد ویدیو آپلود کنم ازش رو یوتیوب. اون هنوز جزء پلن، آره مثلا فکر می‌کنم دیگه 30-40 سالگی هستن. چرا 30-40 سالگی؟ آره در حال حاضر. ببین خیلی کارهای دیگه دارم من که باید انجام بدم.
خب موسیقی از کجا شروع شد؟ گفتی هنرستان خوندی، موسیقی خوندی هنرستان؟ آره هنرستان موسیقی رفتم. من ببین مثلا از بچگی من مثلا عرفم رفتم، یعنی جوری که تار میزدم و ساز میزدم از مثلا 5-6 سالگی و اینا، ولی هیچ وقت آره تو ذهنم نبودش که مثلا این میتونه یه زمینه اصلی باشه واسه فعالیتم. یعنی مثلا زندگیمو کلا تو پزشکی و اینجور چیزا میدیدم. خیلی جالب بود اون موقع. آره اون موقع ایدم از زندگی خیلی جالب بود. بعد دیگه این شکلی شد که مثلا خیلی سفت داشتم درس میخونم و اینا، رفتم تجربی. بعد یه چنگانگی تو ذهنم به وجود اومد به خاطر حالا یه سری از اتفاقا، اینجوری شدم که من نیستم مال اینجا و آره احساس میکنم که بعد یه کاری بکنم بابت این قضیه. بعد همزمان یه چند تا اتفاقات مشابه هم داشت برام میافتاد که هی داشت بهم نشون میداد که آخه تو میتونی بخونی، یا خیلی بامزه است، چرا تا حالا اصلا به این فکر نکرده بودی. بعد مثلا باحالیش هم اینه که من مثلا تو همچین خانواده‌ای نبودم که بگم که فورسی روم بوده که مثلا حالا برم تجربی بخونم یا برم ریاضی بخونم و اینا، نه اصلا تو ذهن خودم هیچ وقت نبود. بعد دیگه بیهو اینجور شدم که میخوام برم موسیقی بخونم. قبلا همینقدر یهو تغییر جهت خب دادم. از کجا فهمیدی که صدات خوبه و میخوای بری موسیقی بخونی؟ ببین یه تایمایی خیلی تو خونه تنها بودم، مثلا مال برهه 15 سالگی اینامه. بعد خیلی تو خونه تنها بودم و همش دنبال یه راه مثلا تفریحی میگشتم دیگه. بعد یهو شروع کردم مثلا روی سری از بکینگ ترک ها خوندن، همشون آهنگای چارلی بودن. بعد اون موقع خیلی فن بودم، فن پیج داشتم براش و اینا. بعد آره این شکلی شد که یهو دیدم که این خیلی بامزه است و اینا. بعد من یه چیز باحالی هست، یه نقطه ضعفی که تو اون سن داشتم شاید باعث شد که اصلا یه مسیر جدیدی برام تشکیل بشه، چون خیلی جلب توجه دوست داشتم. گفتم که آره بیا اینو استوریش کنم، مثلا بخونم استوری کنم و اینا. بعد استوری که هم منتهی مثلا یه صفحه سیاهی بود، فیلم من توش نبود، فقط یه دونه ایتس می نوشته بودم روش. بعد دیدم هیچ ریاکشنی نشون نداد، مثلا 24 ساعت گذشت و اینا. بعد گفتم یعنی اینقدر بد بوده. بعد از مامانم پرسیدم، چون مامانم اون تایمی که من اینا رو میگرفتم خونه نبوده اصلا، نمیدونست من میخونم. بعد ازش پرسیدم، گفتم مامان دیدی استوریمو؟ بعد گفتش که آره. بعد گفتم که خب همین. بعد گفت خب خیلی قشنگ بود. گفتم خب همین. بعد گفت یعنی چی؟ بعد رفت دوباره پلیش که گفت این تویی؟ گفتم آره. آره و تو اون نقطه بودش که یهو اینجوری شدم که یعنی خوب بوده که فکر نکردم منم. یه ذره مثلا علامت سوال اومد تو ذهنم و اینا. بعد دیگه حالا از 1-2 تا ریاکشن خیلی ریزه میزه هم که گرفتم، گفتم که بیا یه بار دیگه این کار کنم و نشون بدم که این منم. 50 تا جای استوری نوشتم که این صدای منه، تمرین اینطوری اونطوری. بعد دیگه آره شروع کردم این ریاکشن گرفتن و اینا، فهمیدم که نه مثلا اینکه حالا بعدم نیست. یعنی از اینجا شروع شد. بعد به مرور دیدم که اصلا ولش کن ریاکشن بقیه رو، چقدر داره به خودم حال میده. تنها مدلی که در حال حاضر میتونم احساساتمو ابراز کنم همینه. انگار که یه چیزیه که یه دریچه‌ایه که یهویی باز شد و من الان تازه بلدم ابراز کنم خودمو. بعد خیلی حس متفاوت و باحالی بود واسم و اینجوری شد که اصلا کلا این مسیر متفاوتی رو تشکیل داد واسم دیگه. بعد برای اینجوری شد رفتم هنرستان، کلا همه چی دیگه تغییر کرد از اونجا به بعد. یهو اینطوری شد جهتم کلا رفت به سمت سوی موسیقی. چه سازی چه ساز اصلی چیه؟ ببین من تار میزدم یعنی از 7-8 سالگی، ولی خب خیلی مثلا مورد علاقم نبود، یعنی به خاطر یه سری حال مسائل و اینا رفتم سمت تار. بعد دیگه تو هنرستان تار رو ادامه دادم، ولی تو اولین فرصتی که بتونم خیلی دوست دارم که اودو شروع کنم و چلو رو. ولی خب پیانو هم توی هنرستان آره کار کردم یه مدتی. اتفاقا یکی از اون جرقه هایی هم که احساس کردم شاید صدای جالبی داشتم این که من یه 6 ماهی هم مثلا کلاس پیانو رفتم و معلم پیانو بهم اینجوری بودش که میتونی فلان آهنگو مثلا باش بزنی بخونی. بعد خوندم چی بود که چقدر جالب، بیا ویدیو بگیریم با هم دیگه. یعنی هی مثلا اتفاقای ریزه میزه افتاد. آره اینجوری خیلی بامزه بود. چیزی که من متوجه شدم تو توی چند تا استایل مختلف میتونی خیلی خوب بخونی. یعنی من دیدم چند تا استایل کار غربی دیدم خوندی و قشنگ چشام گرد شد.
و از اون طرف فهمیدم چند تا کار فولکلور مثلا ایرانی خونده بودی. از کجا میاد اصلا آواز تو؟ بیشتر خودت با هوش خودت بوده یا معلم خوبی داشتی؟ الان که محبت داری قربونت برم. ببین من از فکر کنم مثلا 1 سال اینا بودش که دیگه فهمیده بودم که میخونم و اینا، چون خیلی سردرگم بودم دلم میخواست که برم کلاس آواز و مثلا حالا 3 تا جای مختلف رفتم و اینا، ولی الان فکر کنم که یه 2-3 سالی شده که پیش یک استادم، پیش آقای عماد اجلالم، بعد دیگه کلا جوری که جز خانواده شده دیگه، یعنی مثلا من اونجا هستم و آره همه چی خوبه و اینا، و اونجا بیشتر الان دارم فوکوس میکنم روی این که چند تا کاراکتر مختلف داشته باشم برای صدام که یه پکیج کامنتری باشه، خیلی یه نواخت نباشه و اینا، و شاید این چیزی که تو میگی استارتی باشه از اون کاری که خودم تازه دلم میخواد انجام بدم و آره خوشحالم که اگر معلومه. خیلی عالی. یه سوال ازت دارم، میخوام دیدگاه تو نسبت به یک دختری که توی ایران داره موسیقی کار میکنه و آواز میخونه رو بهم بگی. قبل از اینکه جواب تو بپرسم، اونم به خاطر اینه که خیلی از دخترها توی ایران شاید حتی اصلا ندونن که میتونن خواننده باشن. اینو به جرئت میگم. من زمانی که آموزشگاه داشتم حتی مادر با دختر اومده بود سر کلاس و من وقتی به دختره گفتم که تو خب میتونی کلاس آواز بری، مامان چشاش گرد شد و دختره برگشت گفت آینا دختره ها. گفتم که خب اوکی دختر باشه چه مشکلی داره. آره رو همین حساب میخوام که بهم از این دید بگی که خب موزیسین بودن و خواننده بودن، خب میدونیم دیگه هممون چه شرایطی داره ایران. متاسفانه استیج نمیتونیم داشته باشیم، خیلی مسائل دیگه ای هستش که خب راه مخصوصا درآمدزایی رو برای موزیسینای خانوم به شدت محدود میکنه. واسه همین کسایی که توی این شرایط میرن سمت موسیقی باید خیلی خیلی عاشق موسیقی باشن و خیلی خیلی باید اون پشن و نسبت به موسیقی داشته باشن که بگن اصلا برای ما مهم نیست که حتی استیج نمیتونیم بریم و شاید کنسرت نمیتونیم داشته باشیم، شاید درآمد خاصی نمیتونیم داشته باشیم، ولی بریم سمتش. میخوام از دیدگاه کسی که خب داره به صورت موسیقی حرفه‌ای دنبال میکنه موسیقی رو، هنرستان رفته و اینقدر خفن داره کارشو پیش میبره و میدونم که تو سوشال مدیا فعالی، بهم بگی که زندگی چجوریه، زندگی چطور میگذره؟ ببین یه سری چیزا خب باحاله، چون اون تحسینایی که آدم از اطرافیان دریافت میکنه به خاطر این شرایطه خب خیلی بیشتره و تو انرژی بیشتری میگیری دیگه. یعنی این قضیهه که خب ما در نهایت هممون برای شنونده‌ای داریم فعالیت میکنیم، کسی که موزیسینه، وگرنه که خب تو اتاق خودت برای خودت میخوندی و خب این که تو این میزان انرژی رو دریافت میکنی از اون آدما به خاطر اینکه حس میکنی جسارت داری و یه ریسک بزرگی کردی واقعا، چون یه بار اجازه داریم زندگی کنیم دیگه. تو فرض کن داری این ریسک بزرگو میکنی روی این یه بار که میگه اب نداره، من این سالای طلایی زندگیمو میخوام بذارم پای این قضیه. و این که میبینی مثلا آدما انقدر مهربونن، انقدر پشتتن، انقدر واقعا کمک میکنن و اینا، این بخشاش به نظرم خیلی جذابه. ولی از یه طرفی حسای بعدش هم هست، به خاطر اینکه ببین دنیایی هم تو بخوای نادیده بگیری شرایطو، در نهایت یه جایی مثلا وقتی تنها گیر افتادی با خودت اون فکر منفیه میاد تو ذهنت که از بین این همه جایی که من میتونستم به دنیا بیام چرا باید یه جایی باشم که شرایط برای من که میتونم یه همچین هنری رو مثلا ارائه بدم یه همچین شکلی باشه. این چیزا هست متاسفانه، ولی خب میزان خیلی زیادی همونجور که خودت گفتی عشق میخواد، جسارت میخواد و واقعا اطرافیانم خیلی تاثیر گذارن. یعنی اون بچه‌هایی که خانواده‌هاشون ساپورتشون میکنن، براشون شرایط فراهم میکنن، روشون فشار نمیذارن، بهشون عشق میدن، توی این مسیر پشتشونن و همه اینا، قطعا خیلی راحت تر مسیر رو طی میکنن تا کسی که خودش تنها با خودشه. و آره ولی واقعا حالا اینجور بچه ها، من خودم هر کسی رو میبینم که داره این شکلی فعالیت میکنه خیلی برام قابل احترامه
به خاطر اینکه اصلا راحت نیست که تو میدونی تلاش میکنی بعد بازخورد بگیری که اون انرژی مثلا برگرده بهت بتونی ادامه بدی دیگه. ولی واقعا بیشتر بچه‌ها، بیشتر دخترها که اینجا فعالیت میکنن در نهایت اون بازخوردن رو ندارن، فقط اون عشق درونیشونه که داره باعث میشه مسیر رو ادامه بده طرف. و تا الان شده که پشیمون بشی از راهی که انتخاب کردی یا نه؟ نه من خیلی خسته شاید بشم ولی هیچ وقت ناامید نمیشم. این یه چیز جالبیه که دارمش و بخاطر اینکه خب خیلی دوستش دارم مسیر رو، بنظرم ناامید نمیشم هیچ وقت. خیلی عالی. میخوام نظر نیکا رو در ارتباط با هنر بدونم. بهم بگو که هنر از نظر تو چیه و هنرمند به کی میگن؟ یه زبانیه شاید برای انتقال حس درونی من به تو که اون زبان رو من خلق میکنم و هنرمند زمانی به من گفته میشه که بتونم اون زبان رو جوری خلق کنم که تو هم متوجهش بشی، با اینکه شاید اولین بار داری میشنویش. چون احساساتمون رو خیلی مواقع نمیتونیم با کلام بیان کنیم ولی با هنر میشه بیانش کرد و میگم واقعا زمانی آدم هنرمنده که بتونه با اینکه میگم اولین باره که داری این زبان رو میشنوی که من خلقش کردم ولی متوجهش بشی. به نظرم این میشه تعریفش. و هنرمند از نظر تو کیه؟ به نظر تو کسی که حالا توی موسیقی بگیم اگر کسی مثلا تکنیک خوبی داشته باشه، اگر کسی بتونه تر و تمیز مثلا اجرا کنه، آیا اون هنرمند حساب میشه یا فاکتورهای دیگه ای پشت قضیه است؟ ببین خیلی بحث مفصلی رو شروع کردیم. به خاک و خون میکشم. یعنی یه چیزی که دعواست سرش قشه. چی کار کردی با من؟ ببین خب بذار بگم، پس نظر میشه بگم که این نظر شخصی اصلا فقط نظر شخصی خودتو میخوام چون که خدا رو آره. وگرنه الان توی گوگل بزنی هنرمند کیست برات کلی نظر شخصی دیدگاه خودتو میخوام. یعنی نمیخوام بگم که این که من میگم 100% درسته، من اینجوری فکر میکنم. به نظر من تو هزاری هم اگر تکنیک و نمیدونم هر چیز حرفه‌ای که درسته و اصولی همه رو داشته باشی و اینا، وقتی که اون حس درست رو نتونی بیان کنی، وقتی که نتونی وجود آدمی که داره به موزیکت گوش میکنه رو به لرزه در بیاری، توی حالت خاصی از احساس قرارش بدی، نتونه با موزیک تو خاطره بسازه، استوری تلینگ براش نداشته باشی، به نظر من هنرمند حساب نمیشی هنوز. و ولی اون سایدش هم بخوام بگم که خیلی ها رو میبینم که شاید تکنیک خیلی عجیبی ندارن ولی چون همه این ویژگی ها رو دارن، تو واقعا موزیک طرف رو وقتی میشنوی واقعا از ته قلبت میفهمیش و باش ارتباط برقرار میکنی. به نظرم همین کافیه. خب ولی از لحاظ منطقی تر اگر بخوام نگاش کنیم، یه سری استانداردها به نظر من داره که مثل همون اجرای لایو آدم که اگر بخواد مثلا میگیم که تیون باشه حداقل، یا مثلا یه سری رکنایی داشته باشه که بشه یه فرقی این آدم داشته باشه با یک مثلا انسان معمولی خوندنش یا مثلا اجرا کردنش، نوازندگیش، هر چیزی. اینا رو به نظرم یه استانداردی باید داشته باشه. نمیخوام خیلی آرمانگرایانه بهش نگاه کنم ولی به نظرم قسمت مهمترشون انتقال حس است. ایول. من حتی باور نمیشه، من حتی حالا خب خیلی از کسایی که مثلا تو یوتیوب منتقد موسیقی هستن، بعضی وقتا ویدیوهاشونی که نگاه میکنم تنها چیزی که دارن گیر میدن اینه که الان طرف فالش خوند، اینجا طرف خارج شد، اینجا طرف تکنیکش نگرفت. خب آقا آخه موسیقی فقط مگه فالش خوندنه؟ من بسیار اجراهای خیلی خفنی میتونم مثلا نشون بدم که خب اینا خیلی جا فالش خوندن، یهو خب اجرای زنده است فالش شده، ولی اون اتمسفری که اونا ساختن، اون اجرایی که اونا ساختن خب یه چیز دیگه بوده. و من خودم به شخصه بهش میگم روح، میگم این موسیقیه که روح داره. حالا تو هر چقدر میخوای، من خودم به شخصه دو تا تجربه مختلف رو داشتم. جاهایی داشتم که شرایطم خوب نبوده، سیستم صدا خوب نبوده، یه سری جاها فالش خوندم ولی
اون اتمسفری که اون وسط بوده یه سری اجراهایی شده که هنوز بعد از 10 سال 12 سال مثلا یکی رو میبینم یا مثلا سعی می‌زنیم بچه‌ها میگن مثلا فلان روز یادته مثلا چه اجرای خفنی داشتی. ولی از یه طرف دیگه یه سری اجراهام داشتم که خب حالا قشنگ بخوام بگم اینه که خب رو استیجی بودم که خب کاملا نصف بود، این طرف همه چادری اینطوری تا اینجا بسته و این طرف همه آقایون رو اجرای ارگانی بود، همه جای مهر اینجا و من و من رو استیج خب معلوم بعد چی بخونم میدونی. خب با این که مثلا کوک خوندم ولی خب اصلا مشخص بود که اصلا هیچ حسی بین من و اونا رد و بدل نمیشه، نه اونا لذت بردن نه من لذت بردم، با این که خیلی کوک بود. خیلی عالی، دمتم گرم. نیکا سوالی که میخوام ازت بپرسم اینه که خب یه اتفاق تلخ داره متاسفانه اتفاق میفته توی فضای مجازی، اونم میبینیم که خب خیلی از محتواهایی که شاید ارزش هنری زیادی ندارن، شاید دیدی که مثلا خب طرف میدونی خواننده نیست، بیشتر فقط جنبه مسخره کردن داره، میاد میذاره و وایرال میشه و مردم برای هم میفرستن، نگاه میکنی میبینی چند 10,000 تا کامنت داره زیرش. ولی خب از اون طرف میبینی یکی که خب سختی کشیده، درسشو خونده، زحمتشو کشیده، هنرمنده، میاد از هنرش میذاره، از خلاقیتش میذاره، ولی به زور شاید 5 تا 10 تا حتی دوستا و خانواده‌اش هم واسش نه کامنت میذارن نه لایک میذارن. اینو میخوایم با هم دیگه ریشه یابی کنیم، اصلا از کجا میاد؟ ببین یه قضیه که هست البته خیلی این دلایل زیادی داره این قضیه، مثلا یکی از بولدترین چیزاش به نظر من اینه که کلا تو همه دنیا اون فاز اینترتینمنت خیلی توجه بیشتری بهش میشه تا تخصصی راجع به هر رشته بخوای مثلا یه حالا پرفورمنسی داشته باشی، چه قرار موسیقی باشه چه اصلا قرار حالا توی هر زمینه دیگه. و آره هر چیزی که بیشتر دقت کرده باشه، مثلا حتی توی فیلمایی هم که خیلی دیده میشن و اینا، مثلا توی حالا فضای بزرگتر مثلا توی فاز جهانی، شاید اون چیزی که خیلی پرمحتواست خیلی کم پیش میاد که دیده بشه، مگر اینکه مثلا دیگه یه شاهکار قرن بوده باشه که این اتفاق براش بیفته. ولی اصولا اون چیزایی که خیلی آدما بهش توجه میکنن دقیقاً همون چیزی که فاز اینترتینمنتش قوی تره، مثلا سرگرمیش بیشتره با اینا. این قضیه هست متاسفانه، یعنی یه چیزیه که ما تأثیری نمیتونیم روش داشته باشیم. ولی از یه طرفم کلا نمیدونم، حالا این به خاطر روحیه فان ما ایرانی هست یا دلیل دیگه میتونه داشته باشه. مثلا خیلی پیش میاد که چند وقته به نظرم خیلی زیاد دیدیم کسی که واقعا هنر خاصی نداره عملا داره مسخره میکنه، همه چی رو زیر سوال میبره، به اشارت خیلی بازهن توجه بیشتری میشه. آدما میان چیکار میکنن؟ میان طرفو مسخره میکنن، برای همدیگه میفرستن بهش میخندن اینا، ولی خب به این موضوع دقت نمیکنن که دقیقاً اون طرف هم همینو میخواد، اون توجه رو، اون ویو رو و اون معروف شدن رو میخواد. ولی آره واقعا به هنر واقعی همیشه کمتر توجه میشه. این یه چیزیه که هست. حالا اینجا ببخشید وسط صحبتت اینجا میخوایم پاس کنیم و میریم سراغ یه سوال دیگه، این که هنر میتونه چه تأثیراتی روی آدما داشته باشه؟ آیا به نظرت هنر اونقدری بزرگ هست که بتونه فرهنگ یه جامعه رو عوض کنه؟ آیا هنر اونقدری بزرگ هست که بتونه، از نظر من که واقعا هنر میتونه انقلاب کنه. موسیقی دقیقاً. به فرض میگم موسیقی چیزیه که انقدر قدرت داره که شما ببینید تو تمام ادیان از موسیقی داره استفاده میشه، توی جنگ از موسیقی استفاده میشه، توی ورزش از موسیقی استفاده میشه. چرا؟ چون که موسیقی میتونه جهت بده به مغز شخص. و نظر تو راجع به این چیه که موسیقی و هنر میتونه چه تأثیراتی روی یک جامعه و مردم داشته باشه؟ ببین من چیز خیلی کوچولویی که الان دارم میبینم، حالا به خاطر مارکتی شدن فضا و در واقع صرفا پول در آوردن از مردم، خیلی موسیقی مسموم شده و شده بود
میتونم بگم بود، به خاطر اینکه حس میکنم نسل بچه های ما و من و بعدی های ما دوباره دارن یه سری تفاوت ها رو ایجاد میکنن. خب و من میبینم واضحا که نسبت به چند سال پیش و الان که مقایسه میکنم، اون آدمایی که میومد واقعا شاید بی اعتنایی میکرد به اون پسته که یه کار خاصی داره توش انجام میشه، یه موسیقی خاصی، یه چیز یونیکی داره ارائه میشه، اون آدم بی ترجمه که الان داره بهش توجه میکنه و انگار داره به بقیه فراخوان میده که یه ذره بیاید یه غذای خوب به روحتون بدین و یه ذره بین رونده رو عوضش کنم. یعنی من احساس میکنم که دقیقا همون شکلی که تو مثلا یه سری از موزیکای خیلی مارکتی هست که میبینی 2 بار گوش میکنی دیگه واقعا بار سوم نمیتونی. حس میکنم یه همچین فضایی تو ذهن آدما به وجود اومده که دیگه خستن. یعنی دیگه تا یه تایمی تو گول اون مثلا تریکای مارکتینگ و اینا رو میخوری، بعدش اینجوری که داره میفهمی دقیقا واضحا داره چه اتفاقی میفته، ببخشید چه اتفاقی داره میفته. و حس میکنم آره آدم ما هم دارن خیلی بیشتر مایل میشن که دیگه نداشته باشن اینا رو. همین که بیشتر بچه‌های نسل ما دارن موسیقیای مثلا تایم گوگوش و داریوش و ابی رو نمیدونم دارن موسیقیای اون نسل رو دارن گوش میکنن و بهشون توجه میکنن. همین به نظرم یه نشونه مشخصی این که دیگه آدم ها خسته شدن از چیزی که الان داره تولید میشه و مطمئنم که آره از نسل ما به بعد خیلی داره همه چی باز بهتر میشه. اینو منم خیلی امیدوارم به این قضیه. حالا سوال قبل و این سوال اگر بخوایم ترکیب کنیم میبینیم که البته یه چیزی بگم، ببین قبول داری که کیفیت چجوری بگم اینو، من اگر بخوام آدما رو به 2 دسته تقسیم کنم، آدمای درست حسابی و آدمای غیر درست حسابی، خب از متاسفانه آره من از اول اینکه در واقع این کانال رو شروع کردم به همم گفتم این کانال مخصوص آدم حسابیاست و خواهش کردم که فقط آدمای درست حسابی ویدیوهامو ببینن. تعدادشون تازه شروع کردم همچنان کمه، ولی خب روز به روز دارم تلاش میکنم که بیشتر بشیم و هدف من کلا اینه که محتوایی حالا برای بچه‌ای هم که تازه دارن توی کانال من اومدن بگم که هدف من توی این کانال اینه که فقط و فقط محتوای درست حسابی با افراد درست حسابی، موسیقیای درست حسابی، فیلم درست حسابی، نمیدونم ورزش درست حسابی، هر چیزی که درست حسابی باشه رو توی این کانال پیش ببرم و یک موجی رو در واقع دوست دارم همراه خودم. حالا من به شخص خودم به نوبه خودم، یعنی نمیخوام بگم که الان من میتونم انقلاب بزرگی رخ بدم، نه، 50 نفر منو بشناسن، 20 نفر منو بشناسن که دارن ویدیو رو میبینن، به همون نوبه خودم دارم تلاش میکنم که این روند رو پیش ببرم و از همه میخوام خواهش کنم که بچه‌ها موسیقی و هنر به شدت توی فرهنگ جامعه تأثیر میذاره. آدم هایی که معمولاً کامنت خیلی میذارن و خیلی فعالن توی سوشال مدیا، اکثر اون کسایی که میبینی مثلا کامنت گذاشتن زیر اون مثلا محتواهای غیر درست حسابی که مثلا طرف دارن مسخره میکنن اینا، اکثر اون کامنت هایی که اون زیر میبینی معمولاً افرادی هستن که از نظر من نمیخوام قضاوت کنم ولی اکثرا آدمایی هستن که معمولاً آدمای درست حسابی نیستن که دارن اون زیر مسخره میکنن این داستانا رو. و یه داستان بدی که این وسط هست، افرادی که درست حسابیان اینا توی سوشال مدیا خیلی فعالیتی ندارن و آره متاسفانه و اکثرا خیلی کمالگران آره. اینجور و سوشال مدیا کلا دیگه محو میشه. آره. و سوشال مدیا افتاده دست اون افراد، میدونی؟ و من میخوام خواهش کنم از همه بچه‌ها وقتی یک موسیقی خوب میبینید، وقتی یک خواننده خوب ببینید، آقا چه مشکل داره کامنت بذارید، لایک کنید. شما که یه چیز خنده‌دار می‌بینید میفرستید برای هم، اگر یه خواننده خوب دیدید بفرستید برای هم، اگر یه فیلم خوب دیدید بفرستید برای هم، اگر یه چرا مثلا بخوام مثال بزنم، موسیقی هر کشور با شخصیت مردم اون کشور رابطه کاملا مستقیم داره. خیلی قشنگ آره. بود. مثلا تو ببین موسیقی مثلا لاتین با شخصیت مردمی که مثلا توی اسپانیا هن یا مثلا توی آرژانتینن رابطه فوق العاده مستقیم داره. موسیقی رقصیه و خودشون هم آدمای خیلی شاد و
اینطوری هستن. مثلا توی روسیه موسیقی روسیه رو به نگاه کنیم معمولا راک و خشک و اینطوری هم و مردمش هم دقیقا همینطوره. و ماها ایرانی‌ها موسیقیمون یا غمگینه یا خیلی احساسی و عاشقانه است. چرا؟ چون که ماها معمولا آدمای غمگینی هستیم و آدمای احساسی هستیم. به خاطر همین اگر موسیقی ما رشد کنه، اگر هنر ما رشد کنه، اگر کسایی که واقعا هنرمندن اینا توی فضای مجازی بیان بالاتر، میتونن اثرهای بهتری تولید کنن. تو به شخص من این سوال ازت دارم، اگر که تو کانال یوتیوب تو بزنی و انقدر سابسکرایب بگیری که ماهیانه به فرض میگم یه مبلغی رو داشته باشی از یوتیوبت واسه هنرت، غیر از اینه که صبح تا شب فقط میشینی کارتو میدی و کار با کیفیت تر میدی؟ نه واقعا نه همین. غیر از اینه؟ اگه درآمد بیشتری داشته باشی، هنرمندا واقعا اینن بچه‌ها، اگر درآمد بیشتری داشته باشن تمام درآمدشون خرج اون موسیقی میکنن که کار با کیفیت تری بدن بیرون. دقیقاً. ولی داستان اینجاست که اکثر بچه‌ها این شکلی شدن که هی استرسی هست دنبال شغل، مثلا یه پلن بی، یه شغل دوم، این داستانا متاسفانه داشته باشن. آره به خاطر اینکه اگر که نشد، همیشه یه اگر که نشد هست که از اون ور بتونن ساپورت بشن. واقعا این خیلی دردناکه. مثلا من خودم به شخص زمانی که دانشگاه موسیقی میرفتم، حالا اگر کسی از همکلاسی منم اینجا منو میبینه میتونه بگه، به من میگفتن آقای خاکستری. چرا؟ چون که من خیلی لباس نمیرفتم بخرم، یه مثلا لباس خاکستری داشتم، اکثر روزا اون لباسه رو میپوشیدم. بعد آره مثلا خب بقیه دنبال مد بودن، میرفتن لباسای مختلف میخریدن، ولی من اون پولی که در میآوردم میرفتم کارت صدای جدید میخریدم، میرفتم مثلا اسپیکر جدید میخریدم، میرفتم. چرا؟ چون دوست داشتم این داستان رو ارتقا بدم. و اگر که از یه هنرمند واقعا پشتیبانی بشه، حمایت بشه و اون هنرمند به درآمد برسه از سوشال مدیا، اون هنرمند با در واقع هنری که میتونه تولید کنه واقعا میتونه خیلی اتفاقا رو رقم بزنه، واقعا میتونه انقلاب کنه. واقعا بچه‌ها خواهش میکنم حمایت کنید از هر کسی که میبینید خوبه، از من نه، از هر کسی که میبینید خوبه، از هر کسی میبینید هنرمنده، خواهش میکنم کامنت بذارید، لایک کنید. این لایک و کامنت کردنه باعث میشه که اون افراد هنرمندا بیان بالاتر. سوشال مدیا دست اون افراد که نادرست حسابیه نمونه. خب چقدر من حرف زدم، الان همه کامنت میذارن پوریا چقدر حرف میزنی. نه من کیف کردم. نه بابا اتفاقا چیزایی بود که من گفته میشد. من توی یکی از ویدیوام بود که انقدر حرف زدم کامنت ها اینطوری بود که ای بابا چقدر حرف میزنی، بذار مهمونت حرف بزنه. ای وای نه من حرف میزنم خیلیتون راحت باشه. خب بیا بریم سراغ یه چیز دیگه. نیکا، چون از اونجایی که خب این کانال درست حسابیه و دوست داریم چیزای درست حسابی معرفی کنیم، یه چیز درست حسابی خفن به اون معرفی کن. حالا میتونه یه آهنگ خفن باشه، میتونه یه اجرای خفن باشه، میتونه یه فیلم خفن باشه که یه مقدار چشم گوشمون رو باز کنه. هر چیزی که فکر میکنی، مثلا بشینی پیش دوستت بخوای بهش پیشنهاد بدی، بگی وای فلان چیزو دیدی یا بیا فلان اجرا رو ببین، یه چند تا اینطوری بهمون معرفی کن. آره اجرا که بخوام بگم یه دونه اجرای سلندیون از شو ماست گو آن رو باید ببینید که برای یاد بوده. آره اینو حتما ببینید، خیلی اجرای عجیب غریبی، اصلا واقعا فکر میکنم شبیه انقلابی میمونه تو احساساتت. فکر میکنم بالا یه مثلا 100 بار دیدم من اجرا رو و مخصوصا تنظیمی که داره، تنظیم فوق العاده خفن. و اونجایی که الکتریک سولو باید بزنه اونجا رو بچه‌ها ویولون داره میزنه و اون هیجانی که گیتار الکتریک داره رو اینا از ویولون کشیدن بیرون و فوق العاده خفنه. بچه‌ها برید ببینید، لذت ببرید، مو به تنتون سیخ میشه. دیگه چی؟ آره واقعا فوق العاده است. دیگه میتونم فیلم خفن، بس آخرین فیلم جالبی که یهو اینجوری شدم که خیلی تعجب برانگیز بود برام، پریدستینیشن بود. میتونی اونو ببینید. بعد موزیک و کتاب بعد بگم دیگه، هر چیزی میتونه باشه، میتونه یه ویدیو مثلا باشه توی یوتیوب، میتونه نمیدونم هر چیزی که فکر می‌کنی باحال باشه. آره
واسه اوقات فراغت و تایمایی که حالا دارین یه کاری میکنین، دوست دارین که ذهنتون یه چیز فان داشته باشه، به نظر میتونین پلنت رو ببینین از پاشا و کامبیز توی یوتیوب. بعد آره واسه تایمایی که دوست دارین یه ذره مفیدتر بگذره، مثلا دارین پیاده روی میکنین همه چی، پادکست مورد علاقه‌ام جا فکریه، میتونین جا فکری رو برین گوش بکنین. واسه تایمایی که دوست دارین احساس آدم درست حسابی بودن بکنین، میتونین ویدیوهای پوریا رو ببینید. بهترین گزینه بچه برای معرفی. آره اینم باید میگفتم. به نظرم هم گزینه آخر میشه. گزینه آخر رو ببینید بچه. دمت گرم. خب یه سوال دیگه نیکا، تو خودتو 10 سال آینده کجا میبینی؟ من 10 سال آینده خودمو از همه لحاظهای زندگی میخوام بگم، چون دوست ندارم زندگی تک. بذار قبل از اینکه تو بگی بذار اول من بگم که دوست دارم کجا ببینمت. آره حتما. دوست دارم جایی ببینمت که یه این آرزویی که برای خودم میکنم و دوست دارم برای تو و همه هنرمندایی که واقعا درست حسابی و خفنن بکنن، این که یه جایی اجرا کنی که یه ملت بهت افتخار کنن، میدونی؟ یعنی فکر کن که مثلا دیدیم مثلا وقتی فوتبالیستا یا مثلا کسایی که مثلا دارن زیر پرچم مثلا کشور به اسم ایران دارن، فکر کن که داری یه اجرا میکنی مثلا یوروویژن یا مثلا یه جایی که ما متاسفانه نداریمش اصلا تو همچین چیزی. و دوست دارم که واقعا ببینمت که داری روی استیج خفن با هزاران نفر اجرا میکنی و داری از ته دل لذت میبری. فکر میکنم واسه هنرمند بالاتر از این دیگه نمیتونه چیزی باشه. نه آره واقعا همینه. آره. ولی حالا خود انشالله که خیلی خیلی زود منم تو رو اونجا میبینم و همه بچه‌ها. هممون واقعا ما یه اتفاق بعدی که اتفاق افتاده، هنرمندا معمولا همدیگه رو حمایت نمیکنن و هنرمندا بیشتر رقیب میبینن همدیگه رو. ولی من باز میگم به نوبه خودم دوست دارم که 50 نفر 10 نفر حتی منو میشناسن، دوست دارم اون 10 نفر حتی با خیلی از کسایی که من مصاحبه میکنم خیلی از من بیشتر دیده شدن، خیلی از من فالوور بیشتر دارن، ولی خب من به نوبه خودم دوست دارم که این داستان رو رشد بدم. خب از سوالمون دور نشیم. بگو ببینیم 10 سال دیگه نیکا کجاست؟ ببین توی بعدهای مختلف میگم، از لحاظ روحی و شخصیتی اگر بخوام بگم خیلی به نظرم آدم قوی تری شدم و هممون یه تایمایی خب یه سری زخمایی داریم شاید روی روح و روانمون که همش در حال التیام دادن اونا و گذران زندگیمونیم و یه جورایی یه موقعی اونا انقدر زیاد میشه که آدم لحظه حالش رو دیگه از دست میده، کلا درگیر گذشته است. و من میدونم که تا 10 سال دیگه موفق شدم که همه این قضیه رو حلش کنم، حداقل میتونم بگم تا 90 خورده درصد. خورده ایش خیلی مهمه. آره بعد و واقعا میدونم که قرار از زندگیم تمام لذت رو ببرم. این خیلی خیلی واسم مهمه. ببین من که آدمیم که اصلا کلا جنبه هدف و همه چی رو بذاریم کنار، یه آدمیم که واقعا حتی از اون نسیم خنکی که اون لحظه داره به صورتم میخوره خیلی لذت میبرم. یعنی میدونی واقعا یه موقعی خود لحظه حال و بودن خودم رو توی فضا حس میکنم. یعنی اون قطره بارونی که میخوره مثلا روی پوست آدم، اون باعث میشه که من دوباره زنده بشم. واقعا لذت میبرم خیلی موقع از زندگی کردنه و میدونم تا اون موقع این 10 برابر شده و کیف میکنم مثلا بهش فکر میکنم، چون زندگی من ازم خیلی جذابه. آره. از اون بعدا اون شکلی و احتمالاً فکر میکنم که خارج از ایران باشم به عنوان پلن آینده زندگیم. این قسمت ناراحت کننده شه چون که حس میکنم خیلی ریشه کردم اینجا و آره ناراحتم میشه یه ذره که بهش فکر میکنم، ولی احساس میکنم در نهایت آینده هر کدوم از ماست اگر که یه جایی دیگه نخواهیم ترمز کنیم و بی خیال رویاهامون بشیم. آره. و از بود حالا کاری و اینایی که تو گفتی، به نظرم بهترین جایی که میتونم خودم تصور کنم همونجا روی همون استیج و دوست دارم ببینم آدمایی رو که واقعا
عشق میدن اون لحظه بهم. یعنی ببین من دیده شدنه رو خیلی ملاک قرار نمیدم، چون به نظرم اگر میخواستم هدف رو اون قرار بدم خیلی کار متفاوت بود که میشد کرد. همون توی خود سوشال مدیاش راحت ترین کارا رو میشه کرد برای اینکه دیده شدن برات اولویت باشه. و من بیشتر دوست دارم اون عشق رو بگیرم، اون برای من خیلی ارزشمندتره و اینکه بتونم تو اون لحظه اینو حس کنم، احساس میکنم که هرچی تلاش واقعا اون توی زندگیت کردی توی اون لحظه داره همه اون عشق بهت برگردونده میشه و بهترین اتفاقه واقعا واسم. این بزرگترین آرزویی که دارم همینه. آره. چقدر واقعا آدم درست حسابی خفنی هستی، اینو از صمیم قلبم بهت میگم، واقعا میگم. و این پادکست ها و این صحبت هایی که دارم در واقع کانالی که دارم پیش میبرم، علاوه بر داستانی که خب هدفی که پشتش دارم، چقدر خودم خوشحالم با آدمای دوستای خیلی خفن، دوستای درست حسابی پیدا میکنم و خیلی 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 خوشحالم از مسیری که پیش گرفتم و تو واقعا یکی از اون درجه یکایی که واقعا باید امثال تو خیلی خیلی بیشتر بشن تو این جامعه. خیلی خب، به عنوان سوال آخر میخوام یه سوال ازت بپرسم که 2 سواله. اگر که برگردی به گذشته، خب اینو اکثرا میگن که ما مسیری که اومدیم و دوست داریم تغییر بدیم، همون کارهایی که کردیم و میکنیم و اینا، ولی به عنوان حالا نصیحت به نیکای چند سال گذشته، تو الان تجربه‌ای که کسب کردی، اگر برگردی به گذشته، به نیکای گذشته، میگی که چه کاری یا چه کارهایی رو انجام بده و چه کاری و چه کارهایی رو انجام نده؟ چه نصیحتی بهش میکنی نسبت به تجربه‌ای که الان توی 21 سالگی دست آوردی؟ آره، ببین من به عنوان کاری که باید انجام بده بهش میگم که بیشتر به خودش و چیزی که قرار توی فکرش باشه، یعنی اندوخته ذهنیه، اون بار علمی میتونه باشه، میتونه خودآگاهی باشه، همه اینا، و همچنین به حالا سلامت روانش و اینا بیشتر توجه کنه، چون میدونم توی اون تایم وقت آزاد بیشتری داره برای اینکه این کار رو انجام بده و احتمالاً پایه‌های بهتری میسازه برای این سنش که کلی هدف و اینا داره براشون میخواد تلاش کنه. اینو قطعا بهش میگم. باید چی کار کنه واسه این؟ به کاری که ببین، پادکست گوش کنه، دوستای بهتری انتخاب بکنه، کتابای بهتری بخونه و پیش تراپیست بره. خیلی کارهای مورد علاقه منن همه اینا الان، ولی احساس میکنم که اگر مثلا زودتر اینا رو شروع میکردم شاید مثلا الان متفاوت بود، ولی خب هیچ وقت دیر نیست دیگه. آره، ولی اگر این آپشن رو داشتم که به اون بخوام یه چیزی بگم، گفتم کارا رو زودتر شروع کنه احتمالاً. آره، و اینکه یه سری استرس و دلهره هست برای اون سنای نوجوانی که خیلی 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 آدمو سردرگمه. من احتمالا بهش میگفتم که به صدای قلبت گوش کن واقعا و تمام تلاشتو حداقل براش بکن. اینجوریه که اگر به سن من که میرسی، شاید در بدترین حالت به نتیجه برسی که مسیر اشتباهی بوده، ولی حداقل واسه اون کاری که عشق داشتی بهش تلاش کردی و با نشخوار فکری و واقعا خود درگیری زیاد و اینا راجب این که من الان بهترین راه ممکن چیه برای من، عمره رو نگذروندی، حداقل یه کاری کردی. این در بدترین حالتشه، ولی خب بهترین حالتاش فوق‌العاده است که از اون موقع شروع کردی. این کار رو بهش میگفتم انجام بده و به عنوان کاری که انجام نده بهش میگفتم که خیلی فرصت زیاده و احساس نکنه که اگر مثلا اینو به بچه‌ها میتونم بگم که سن کمتری دارن و زمینه مثلا توی موسیقی دارن شروع میکنن به فعالیت و اینا، ممکنه یه موقع یه اسپانسری بیاد باشون حرف بزنه، یکی بیاد باشون صحبت کنه که بخواد جهتی بده به فعالیت کردنشون یا هر چیزی. اینو بهشون میگم که فرصت زیاده واقعا و عجله نکنن که فکر کنن دنیا تموم شده. وقتی یه نفری داره مثلا یه رویایی رو براتون تعریف میکنه، خیلی احساسی راجبش تصمیم نگیرین، چون کار راحتی نیست شروع کردن این مسیره و واقعا نباید یعنی عجولانه و احساسی براش تصمیم گرفت، چون خودم یه بار بابت این قضیه ضربه خوردم. دوست ندارم کسی دیگه ای تجربهش بکنه. خیلی سنجیده تر با مشورت بیشتر و همه این داستانا به نظرم میشه راجبش تصمیم گرفت.
آره ولی کیف کنم با زندگیشون دیگه. خیلی زندگی قشنگه. چی بهتر از این؟ خیلی حرف زرد به نظر میاد. نه چی بهتر از این؟ قشنگ شبیه کتاب زردا میمونم که زندگی زیباست، ما انرژی داریم. ولی نه جدا، چون خودم کیف میکنم باش. من خیلی اتفاقا در زمانهای زیادی آدم ناراحتی هم، خیلی قصه میخورم، خیلی فکرم درگیره، خیلی موقع عصبی هم چند ساعت پیش کلی دعوا کردم. ولی آره من دونه دونه پرونده باز میشه. اگه قتل داشتم هفته پیش الان یا همه رو میگم. نه ولی آره ولی بازم باحاله به نظرم. همشون تجربه جالب. خیلی خفن، خیلی خفن. من خودم همیشه مثلا زندگی رو مثل یه سینما میبینم. میگم که خب خیلی‌ها مثلا یه فیلم داره پخش میشه و میدونی که بالاخره این فیلم تموم میشه. بعضیا میتونن بگن خب فیلم داره تمام میشه، چقدر جام بده، چقدر صندلیه بده، چقدر کناریه داره صدا میده جلوی، چقدر مثلا صدای بچهش میاد فلان. میتونی اینقدر گیر بدی، میتونی چقدر اعصاب خودتو خرد بکنی و نگاه میکنی میبینی که ای بابا فیلمم تمام شد الان باید بری ببینیم چی هم فیلم نفهمیدی. میتونی هم واقعا لذت ببری از فیلم، شرایطو بفهمی و تو هر شرایطی که هست سعی کنی در واقع درک بکنی شرایطو و لذت ببری فیلمتو تا زمانی که فیلم تمام شه. آره خیلی قشنگ بود به نظرم. اینو سعی می‌کنم حفظ کنم، جایی اگر داشتم بحث جدی می‌کردم ازش استفاده می‌کنم. دمت گرم نیکا، واقعا دمت گرم. چه پادکست خفنی داشتیم با هم، چه نکات خفنی و من خودم به شخصیت گرفتم. و اگر صحبت حرف خاصی در انتها داری بگو. که ببین دیگه از ساعت فکر کنم از 12 آفرین ببین 12:01 است. ساعت که 12 میگذره مسخره درون من میاد. واقعا خب بچه پس پادکست رو ادامه میدیم. قراره یه شخصیت جدیدی از نیکا رو داشته باشیم. هرچی تا الان خانم متشخصی دیدید تموم شد. از الان به بعد تازه مشخص میشه کیه. وای خدایا. آره میشه حرف آخر رو خودت بزنی؟ حرف آخر رو من بخوام بزنم، من واقعا تنها دغدغه‌ام از همه مردم و همه کسایی که این ویدیو رو تا اینجا دارن میبینن اینه که واقعا حمایت کنید از هنرمندا. از هر هنرمندی میبینید، نقاش میبینید، خواننده میبینید، کسی میبینید که داره واسه اون هنرش زحمت میکشه، کسی میبینید که داره کار درست حسابی میده، کاری که واقعا به درد میخوره، کاری که واسهش زحمت کشیده شده، نمیدونم با ویدئوی خوب، با صدای خوب، با تصویر خوب، با نمیدونم با هر جوری که شده دارن کار خفن تولید میکنن. بچه‌ها اینا رو حمایت کنید، چون که دقیقاً کارهای خفن اینا اگر با همچین امکانات کمی، با همچین حمایت کمی دارن همچین کار رو تولید میکنن، اینا اگر درآمد خوبی داشته باشن از طریق حمایت شما، اینا میتونن کولاک کنن و در سطح جهانی میتونن معرکه ظاهر بشن. حالا من که تجربه دارم، چندین سال خارج از ایران زندگی میکنم، ما ایرانی‌ها به شدت با استعداد و هنرمندیم که هیچ ملیتی ندیدم تا الان مثل ما ایرانی‌ها که اینقدر با ذوق، با سلیقه، هنرمند، باهوش واقعا باشن. فقط اون بستر فراهم نیست. اگر اون بستر فراهم باشه به نظر من دنیا رو میتونیم بگیریم. من حرف آخرمو میخوام به بچه‌های موزیسین بگم. اون تلاشی که ما داریم میکنیم، اون وقت و انرژی که ما داریم میذاریم، ارزشمندیش دقیقاً به اونجاست که اون هدفی که دنبالشیم میرسیم بهش. و چیزی که هست اینه که اون موزیکایی که الان هستن و سطح دوپامینی که شاید ایجاد میکنن تو مغز آدما، اگر که اون تلاش و فعالیت بیشتری از سمت ما باشه که موزیکای خوب بیشتری باشه برای شنیدن، به نظرم اون آدم بعد از شنیدن اون موزیک دیگه نمیتونه به اون سطح پایین راضی باشه و دنبال اون موزیک میگرده، دنبال اون میدونی، دنبال اون احساسات میگرده، دنبال واقعا اون یونیک بودنه میگرده و دیگه به اون چیزای سطح پایین تر شاید راضی نمیشه. از بچه‌هایی که واقعا میدونم چقدر آدمای خفن با استعداد فوق‌العاده و بجز اون آدمای حرفه‌ای تحصیل کرده توی این زمینه، همه اینا رو داریم، خیلی 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 از ته قلبم واقعا درخواست میکنم ازشون که آدمای فعالتری باشن، چون واقعا کمک میکنه این موضوع به این که آدما و موزیک بهترا رو بشنون و دنبالش باشن و همون تغییر که ما داریم دنبالش میگردیم و دلمون میخواد اتفاق بیفته.
و همین. چقدر خفن. آره. چقدر خفن. دمت گرم نیکا. مرسی. مرسی که دوباره دعوت من رو قبول کردی. قربانت. مرسی چقدر صحبت و پادکست خفنی با هم داشتیم. بچه‌ها دم شما هم گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدید مثل همیشه. مرسی بابت وقتی که گذاشتید. این ویدیو رو هنوز نبندید. در آخر مرسی. ویدیو یکی از اجراهای خفنی که نیکا داشته رو براتون میذارم بشنوید و لذت ببرید. دمتون گرم. مرسی پوری از تو، قربانت. مرسی که دعوتم کردی و اینکه فوق العاده آدم حرفه‌ای، آدم با استعداد، فوق العاده توی کارت، توی اخلاقت و مرسی. من کیف کردم مثلا صحبتی قربونت باهات. برم. دمت مرسی. گرم. دمتون گرم بچه‌ها. قربونت. خدافظ. بابا نیکا. مرسی، خدافظ. میترسم از این کشور خوزیده خوشبخت بیدار بشم این طرف مرز نباشی تو خواستم باشم و بارونی و گندم بیدار بشم اما کشاورز نباشی میترسم از اینجا بری